پس توجه بفرمایید، ما نباید بین هدف و وسیله خوب خلط کنیم. خب حالا اما در مورد وسایل، وسیله هایی که ما باید به کار بگیریم و از آن طریق به هدف برسیم، اسلام تک تک این وسایل را برای ما برشمرده است؟ نه. فقط یک قید گذاشته اسلام، گفته است که شما مجازید، اجازه دارید از هر وسیله، خب هر وسیله را به کار بگیرید، از هر وسیله استفاده کنید، به این شرط که خلاف شرع نباشد. یعنی هر وسیله‌ای که خلاف شریعت نباشد ما مجازیم از آن استفاده کنیم برای رسیدن به هدف. هدف هم گفتیم که برپایی قسطه، لیقوم الناس بالقسط، برپاداری عدالت در جامعه است. به همین خاطر هم فقها فتوا دادند که ما مثلا اجازت نداریم که با سوال شده بود، این مسئله پیش آمده بود چند سال پیش، چند دهه پیش، که آیا مسلمان اجازت دارد با فروش مثلا مواد مخدر علیاذ بالله به هدفش برسد؟ فقها گفتن نه، چون این مواد مخدر حرام است، یک وسیله نامشروع است، ما اجازت نداریم با بکارگیری وسایل نامشروع به هدف خود برسیم. ابدا. هر وسیله اصلا ما مجاز نیستیم آن را به کار گیریم. این هدف وسیله را ترجیح می‌کند به صورت مطلق نیستیم، تنها وسایلی که مشروع باشند، خلاف شریعت نباشند. حالا پاسخ این برادر در مورد تأسیس یک حزب. ببینید برادری عزیز، تأسیس حزب هدف است؟ نه، یک وسیله است. وسیله است در این زمانی ما. خب وسیله خلاف شرع هم نیست که یک گروه مسلمانان با هم جمع می شوند، با هم توافق می کنند که ما باید هدف اسلام را پیاده کنیم. هدف اسلام هم همون عدالت است، لیقوم الناس بالقسط، عدالت است. خب با توجه به شرایطی که ما زندگی میکنیم در این روزگار، یکی از بهترین وسایل همین تأسیس یک حزب است و مشارکت سیاسی است و در جامعه و تلاش است، تلاش که برای مردم ثابت کن که تو خوبی، واقعا باید خوب باشی ها. بعد مردم باید رأی میدهند، مگر این وسیله مجاز نیست؟ بعضی اومدند گفتند اصلا دموکراسی خلاف اسلام است. خب چه حرفی بیخود؟ دموکراسی یعنی چی؟ یعنی مشارکتی مردمی، مردم سالاری. کجای اسلام با مردم سالاری در کجا مخالفت کرده است؟ اسلام یک هدفی دارد به نام برپایی عدالت. برپایی عدالت این هدف نهایی اسلام است در سطح جامعه. حالا به این هدف تو میتوانی یک وقت هست، یعنی اصلا برگردنی تو جنگ را تحمیل میکنند، نه اینکه تو خودت بیل ابتدا از خودت به جنگ دست یازی، که اشتباه است. جنگ هدف نیست، وسیله است. این یا وقت است نه، شرایط به گونه است که تو میبیایی یک حزب سیاسی راه اندازی میکنی و با راهی مسالمت آمیز وارد بازی های سیاسی میشوی که اگر مردم رأی دادند، خب بیا اون به هدفت برس، عدالت را در جامعه برپا کن. نیازی به کشت و کشتار و خونریزی نیست که اسلام دنبال این حرفا نیست. اسلام که همون سیل به معنی صلح هست، همیشه در نزد اسلام صلح نیکوتر است از صلح و خیر. از صلح و خیر این یک دستوری کلی است. صلح در هر صورت نیکوتر است، بهتر است. متوجه هستید؟ بنابراین اگر یک گروه مسلمانان با هم توافق کنند، گردی هم جمع شوند و
بنا را بر این گذارند که ما یک حزبی تأسیس میکنیم و هدف ما این است که با تأسیس حزب واردی بازی‌های سیاسی شویم، در انتخابات شرکت کنیم، مردم برای ما رأی بدهند. خب اکثریت مردم که رأی دادند، خب بفرما حکومت کن. خودی حکومت هم در اسلام هدف نیست، بخلاف غیر مسلمانان که حکومت برای اینا هدف است. در نزد ما حکومت هدف نیست ابدا. خودی حکومت، خودی قدرت یک وسیله است تا وقتی قدرت را در دست گرفتی عدالت را پیاده کن. هدف نهایی اون عدالت است. بنابراین بعضی از احزاب اسلامی اشتباهشون در این است که برای رسیدن به قدرت به هر چیزی دست می‌یازند. حتی مثلا کارهایی میکنند که تا مردم با اونها رأی بدهند، یا مثلا کسی آنها را آدمایی بد نگود خودشون را مثلا به مثلا ادای غربی ها را در میبرند. درست نیستی؟ تو بیا مثل آدم حسابی خب به مردم ثابت کن که اسلام دین حق است، دینی درست است، دینی منطقی است. اما شکل و نمیدونم صورت رو چرا تغییر میدی؟ مجبور نیستی. توجه هستی؟ ما هدف نهایی ما، حالا خلاصه عرض کنم، هدف نهایی اسلام برپاداری عدالت است در جامعه. حالا این عدالت رو یه وقت است تو با راه شرکت در انتخابات که یک وسیله مشروع است. در هیچ جای اسلام ما نداریم که خلاف شرکت مسلمان ها در انتخابات مثلا ما یک آیت قرآنی یا حدیثی پیامبر داشته باشیم. امرهم شورا بینهم یعنی چی؟ خدا میگه یکی از اموری که کارهایی که مسلمان ها باید با هم کنند به پیامبر میفرماید این مشورت است بین خودشون. شورا، مشورت کنید با هم. مگر این شرکت در پارلمان و رای گذاری به انتخابات و از طریق انتخابات رسیدن به قدرت، خب غیر از این است. دوستان نباید خلط کنن بین این چیزها. لذا جواب نهایی این است که تأسیس یک حزب اسلامی از نظر شریعت درست است. اگر هدف این حزب، توجه کنید، رسیدن به قدرت باشد، نه، ما مجاز نیستیم به اونها رأی بدهیم. اگر هدفش از رسیدن به قدرت پیاده سازی اهداف اسلامی باشد، خب بسم الله. وگرنه نه. بعضی از گروه ها اسلام را وسیله رسیدن به قدرت قرار میدن. نه، ما قدرت را وسیله اسلام قرار میدیم، نه برعکس. توجه هستید؟ تعارف هم نیست. این آنچه که عرض کردم اسلام میگه. اگر حرف نادرستی هم گفته باشم خب بفرمایید، دوستان نظرشان را پیشنهاد کنند برای بنده اگر اشتباه هست. و اما در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که این دوستی ما در آخر سوالش میگوید، نظری ما این است که خب نظری مثبت است. حزب نهضت اسلامی هم از تقریبا 30 و چند سال پیش در زمان شوروی توسط یک گروه جوانهای مسلمان که بعضیشان هستند الان که جوان نیستند اما اون وقت جوان بودند، به رهبری مرحوم استاد سید عبدالله نوری خدا بهش رحمت کنند، مردی بزرگی بودیم، مردی خیلی بزرگی بود. من خودم توفیق همراهی را داشتم یک مدتی با این مردی بزرگوار. یعنی هر چی بگویید کم است در مورد این. یک نعمتی بود برای تاجیکان که متاسفانه زود از دست رفت. حالا خواست خدا همین بود. مردی بزرگی بود این شخصیت. یک شخصیتی بی‌نظیر بود این در میان ما تاجیکان. این شخصیت آمد با چند نفر از جوانان شاگردانش، گروهی با هم جمع شدند و 30 و چند سال پیش این حزب نهضت را راه اندازی کردند و این از مراحل را گذشت. و اگر جنگید هم باور کنید تحمیلی بودند. جنگ تحمیلی بود. هیچ وقت دنبال جنگ نبودند.
یعنی حداقل من تا آنجا که میدانم و با کسانی که هستن زنده شما سوال کنید، اینا مجبور شدن هجرت کنند و تحمیل شد جنگ برای این، اصلا برای تاجیکان تحمیل شد، هم برای این طرفی که با نهضت طرف بودند هم برای این تحمیل شد از بیرون و الحمدلله شرش که از سری ما برداشته شد، دار شد با هم امروز. و خب از این به بعد امید است که دیگر با راهی مسالمت آمیز و با راهی مشارکت سیاسی این حزب به اهدافش برسد. حزبی خوبی هم هست الحمدلله و مسئولین فعلی کنونی این حزب هم آدمان خوبی هستند، تا میشناسم من بعضیشان را، آدمان خیلی خوبی هستند. رئیسش آدمی خوبی است، آدمی شایسته است، آدمی دیندار و متدین است. من اینجا نمیخوام حالا همه میدانند بخلاف بعضی از گمانها آقای کبیری آدمی پایبند به شریعت است، ملا بچه است به قول ما، حالا به شکل و صورت و اندامش نگاه نکنند دوستان، آدمی روشن است، آگاه است از اسلام، خبر ملاست، یعنی حالا آدمی آگاه است و کارها رو خوب پیش میبرند و انشاءالله امیدواریم که هدف اینها هم از تأسیس این حزب و حالا یه وقت با پیروزی دستشان نصیبشان شود به قدرت برسند، هرگز قدرت برای اینا هدف نیست. من خودم شکی ندارم در این مورد شکی نیست. آدمان خوبی هستند مسئولین، کسانی که در این حزب کار میکنند همه آدمان خوبی هستند و اگر خطایی هم شده است چه در این زمان و چه در زمان مرحوم استاد، خب انسان کسی که کار میکند خب دچار اشتباه میشود. ما نباید توقع داشته باشیم که همه بری از خطا و اشتباه هستند، این یک توقع بیجاست. انسان که معصوم نیست. در مثل معروف عربی هست من صنف استهدف، هر کسی که تصنیفی میکند مورد هدفی دشمن قرار میگیرد. منظور این که خب دیگه اگر حرف و حدیثی در اطراف نهضت میزنند چون کار میکنند بخی میخاطر تجسید. حالا اگر هم اشتباه هم کرده است خب انسانند دیگه، انسان اشتباه خطا کار است و مهم این نیست که انسان اشتباه نکند. انسان اشتباه میکند، مهم اون است که وقتی اشتباه میکند پای به اشتباهش برد و در صدد اصلاح خودش برآید که ظاهرا چنین است الحمدلله. و این بود پاسخی بنده. خب اگر اشتباه کرده باشم دوستان میتوانند نظرشان را از طریق نامه‌نگاری برسانند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته و صحبه المنتجبین.